چی اومدی دوباره؟ دیدی من دارم اینجا خوراکی میخورم اومدی نشستی اینجا. چی میخواد؟ از اینا میخواد؟ پنیر میخواد؟ چی میخوای؟ نون میخوای؟ بگو تا بهت بدم. حرف بزن. چی میخوای میشه؟ چی میخوای؟ چی میشه؟ از کدوما بدم؟ بگو چی میخوای؟ این اینجوری میاد اینجا التماس، بعد ایشون مظلوم با چشای مظلوم میشینه اونجا که من بهش بدم. اون میدونه که وقتی میشا بخوره اونم بهش میدم یه ذره. خب باشه نگاه کن بذار یه دقیقه. باشه کوچولو خیلی کم نگاه کن اینقدر من بدیم. بیام